ما در تاجیکستان علمایی داریم. علما عموما در فکر حفظ هویت یک جامعه نقش بسیار خوبی دارند. همین که برخی از علما در تاجیکستان هستند، به مردم نمازشون یاد میدن، دینشون رو یاد میدن، در اون چیزی که ممکن است. اما خب اینا در کجا هستند؟ در تاجیکستان هستند. تاجیکستان یک پنجره است، یک زندان هست، خفقان هست. همیشه کار تغییر آفرینی در جامعه کار علما نبوده است. همیشه تغییر در جامعه، اصلاح را در جامعه، تغییر را در جامعه جوانها میکنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که آمدند به میدان، همه کلانسالها، همه بزرگا ازش دوری کردند. کسایی که دور و بر پیامبر جمع شدند همه جوانهای 17 18 19 20 25 در همین حول و حوش بودند. بسیار کم هستند اونایی که 30 سال 35 سال داشتند. ما ای که به اصطلاح بیایم بار مسئولیت را بر دوش دیگران بذاریم، ایرا جوان باید ایرا از سر خود دور کنه که اگر علما با ما بودن ما هستیم، اگر علما نبودن ما نیستیم. نه، علما بیچاره هستن، مجبور هستن. او در کجا بره؟ وقتی که من با بعضی از علمای تاجیکستان میگم که شما چرا حرف نمیزنید، میگه من چیکار کنم؟ کجا برم؟ من کس ندارم. من یک حرف بزنم، یک انسانی هست میترسه، یک انسانی هست که مصلحت‌های دیگر مراعات میکنه، میگه من گپ بزنم مسجد مرا تعطیل میکنم، من گپ بزنم مدرسه مرا خراب میکنم. ما بذاریم اونها رو با عذرهای خودشان. او عالم است و خدای خودش، او به اصطلاح در کار ما نیست. این روزها ما روز با عبادت با رکن پنجم اسلام آشنا میشیم، حج. حج یک درس بسیار بزرگی رو به ما میده. همه مسلمان ها، چند میلیون مسلمان میرن به حج، اما همه اینها هیچ امامی ندارن. ما کسی را به نام این که امام حج باشه نداریم. همه با هم حرکت میکنیم، اما هر کسی مسئول خودش هست تنهایی. برای تغییر در جامعه باید اینطوری حرکت کنیم. همه با هم حرکت بکنیم. همه برای آزادی تاجیکستان، برای سرفرازی تاجیکستان، برای اسلام در تاجیکستان، برای لا اله الا الله در تاجیکستان حرکت کنیم. همه تک تک. حتی اگر امام نداشته باشیم. الان کسی به من نمیگه چرا نرفتی حج، بگم که امام نبود. در حج کسی امام نیست، هر کسی امام خودش هست. اما همه هدف یک چیز هست. هدف این است که ظلم و استبداد رو از تاجیکستان دور کنیم، فقر و بدبختی رو از تاجیکستان دور کنیم، این بیدینی رو از تاجیکستان دور کنیم. خب این نیاز هست که ما حرکت بکنیم و عموم حرکت جامعه دست جوان ها است. این را که به اصطلاح علما کار نمی‌کنند، این را بهانه نکنیم. علما رو بمان، دردشان درد خود است و امروز این شخصیت علما تمام شد. این را به اصطلاح این یک توطئه انگلیس بود. توطئه انگلیس این بود که اسلام را خلاصه کنه در ملا. در ملا یه اسلام است. بعد همین ملا را با فیلم با چی ترور کرد و بدنامش کرد، در حالی که دین ملا نیست. این دین کجای صحابه بود؟ کدام صحابه نامش هست؟ در ملا ابوبکر، در ملا عمر، ایشان عثمان. همچین چیزی ما در صحابه نداریم. همشون جوان ها بودن، تاجرش دعوتگر بود و همه دعوتگر بودن، همه در فکر ساختن جامعه بودن. پس این کار آینده تاجیکستان، ساختن تاجیکستان، رهایی تاجیکستان کار جوان هست، ملت های جوان. عزیزان تاجیک، یک نقطه را همیشه تذکر میدم، باز هم تذکر میدم، این را به همه برسانید. شمایی که در خارج از تاجیکستان هستید، اگر فکر میکنید شما مهاجر هستید به خاطری که از تاجیکستان برآمدید، بدانید که خیلی در وهم هستید. مهاجری نیست. مهاجر او کسی نیست که از ظلم فرار میکنه. مهاجر او کسی نیست که چون در تاجیکستان نماندن من قرآن بخوانم میرم در خارج قرآن میخوانم. مهاجر او کسی نیست که در تاجیکستان تعلیم نبود من میرم در فرانسه تعلیم میکنم. مهاجر او کسی نیست که چون در تاجیکستان کار و زندگی نبود من در روسیه و در آلمان کار و زندگی میکنم. مهاجر یک کس هست. خداوند متعال مهاجر را تو معرفی میکنه. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. کسی که برای الله هجرت میکنه، اگر هدفت از بیرون آمدن از تاجیکستان هر چی بوده است، از الان خودم مهاجر بکن. از الان نیت بکن که من مهاجر هستم. خب مهاجر چیکار میکنه؟ وقتی که تو نیت کردی که مهاجر هستی، خداوند متعال برای تو
فرصت‌هایی را ایجاد می‌کنند که تو باید تلاشت باشد مراغما کثیرا. مراغم یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال فرصت‌هایی برای تو ایجاد می‌کند که او ظالم و مستبدی که تو را از سرزمینت بیرون کرده است، او را پوزش را به زمین بمالی، او را حقیرش بکنی، او را بزنی، او را از بین ببری. عزیز برادر من، در کجا رفتی؟ آمریکایی، استرالیایی، کانادایی، چه داری؟ توی تاجیک رفتی اونجا، جوان تاجیک رفتی، مادرت گذاشتی، مادر جانت گذاشتی، اچهت گذاشتی. از اچه هم عزیزتر در دنیا هست؟ پدرت موندی، برادرات موندی، خانه و دیارت موندی، از بر الوالدین محروم شدی، از صله ارحام محروم شدی، از دین و آمینت محروم شدی، آینده در خطر است، بچه‌هات در خطر هستند، نسلت در خطر است. همه اینا بلا هستند. این بلاها را یک ظالمی آورده است و تو در آخر آمدی یک جای کار و زندگی و خودت فراموش کردی. نه عزیز، دنیا هم از به دست بیار، آخرتت هم به دست بیار. خداوند متعال وقتی تو مهاجر شدی برایت فرصت ها میده، برای اینکه او ظالم پوزش را به زمین بماری و از بینش بمانی. مراغما کثیرا و سعه. او وقت اگر در این مسئله در این راستا حرکت کردی، دروازه های نعمت الله به روی تو باز میشه. پس هر کسی که در هر جای دنیا هستی، شبت بدون فکر تاجیکستان، بدون غمت، حرکتت، زندگیت بدون جهت‌دهی برای نجات تاجیکستان نیست، مطمئن باش که مهاجر نیستی. و اگر مهاجر شدی، و من یهاجر فی سبیل الله، وقتی که مهاجر شدی، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، هر مهاجر مبارز هست، هر مهاجر مجاهد است، هر مهاجر یک دعوتگر است. اگر چنین نبود، اگر چنین شدی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو مؤمن واقعی تو هستی. اگر چنین نکردی، من تو را بگم تو یک کسی هستی بزدل، ترسو، که از سرزمین خودت، مادرت، پدرت، ناموست، حیات، همه را رها کردی، فقط جان خودت از اونجا نجات دادی که بری یک جایی زندگی کنی، زندگی ظالمانش، اونجا چند وقتی رو زندگی کنی، مثل یک گوسفند نان بخوری، زندگی کنی، بچه جور کنی، این بچه ها رو هم درست کنی برای دیگران. این بچه ها از تو نیستن. اگر این بچه ها در تاجیکستان باشن، آینده تو هستن، بهشت تو هستن. اگر در غیر از تاجیکستان شدن، روز قیامت میان گردن تو را ایجا میگیرن که الله، ما نصرانی شدیم، ما کمونیست شدیم، ما فلان شدیم، همین ما را آورد از سرزمین ما بیرون کرد. پس فرار از تاجیکستان حل نیست، ساختن تاجیکستان حل است. غمت، فرزندانت، هر جای دنیا که هستی واجب است. یکی از وجوبی که در برنامه تربیت فرزندان همیشه اصرار میکنیم و میگیم، برای هر تاجیک زبان تاجیکی رو به بچهای خود یاد دادن فرض هست. همونطوری که نمازت فرض هست، این هم فرض هست. به خاطر چی؟ به خاطری که در دین ما یک قانون هست، هر چیزی که واجب، عمل یک نماز واجب است، وضو واجب است. چرا وضو واجب است؟ چون که بدون وضو نماز نمیشه. صله رحم واجب است، بر الوالدین واجب است. اگر توی بچه‌هات تاجیکی یاد ندی، اینا با مادر کلانشان، با پدر بزرگشان، با عزیزانشان در تاجیکستان به چه زبانی حرف بزنن؟ قطع میشن. او وقت تو یک واجب قطع کردی. پس لازمه است که با تاجیکستان، با زبان تاجیکی بچه‌هاتون آشنا کنید. اجازه ندید در هر جای دنیا که هستید بذار بچه‌هاتون انگلیسی رو در مدرسه یاد بگیرن، فرانسوی رو در مدرسه یاد بگیرن، آلمانی رو در مدرسه یاد بگیرن. در خانه فقط و فقط زبان خودتان، زبان مادری خودتان حرف بزنید. به این صورت بچه‌هاتون رو حفظ بکنید، هویتشان رو حفظ کنید و هم مقامتان ساختن تاجیکستان باشه.